سلام، مخلص همه شما موشکافم. آقا درسته که علی گدا خیلی عشق بمبه، اما یه بمبی هست که تا اسمش میاد سیدعلی فیروز میپرونه. این بمب ساعتی همونیه که این روزا صدای تیک تاکش بند دل ولی فقیه و پاره میکنه. همین پس پریروز بود که علی گدا از ترس گر گرفتن خوزستان ماغ کشید که کسانی نشستند دارند طراحی میکنند که اقوام ایرانی را در مقابل هم قرار دهند. این نکته است که دشمنان روی آن انگشت میگذارند. اوضاع ارباب عمامه‌دار که این باشه تکلیف بقیه روشنه. اینم از سگ لرزه ولایت به خاطر چهارشنبه سوری که تو راهه. آخ که منتظرم اون روز برسه. جانشین فرمانده نیروی انتظامی از تدابیر ویژه پلیس برای تعطیلات عید نوروز خبر داد. به گفته رادان، اونهایی که در چهارشنبه آخر سال رعایت حقوق مردم رو نکنند تا پایان تعطیلات میهمان پلیس خواهند. به پایه قبض روح نشی هاپو. شنیدم غیر از این یه پارس دیگه هم کردی و گفتی نگاه نظام به چهارشنبه سوری امنیتی نیست، اجتماعیه. آره ارواح عمل، کل نظام رو ویبره امنیتی داره ژله‌وار میلرزه، بعد این پاچگیر بی صفت دم از نگاه اجتماعی میزنه. برو لایه دست بابات. بابامه دیگه کارش تمامه، میشینه پای من قلب میخونه با پیژامه. بجونه تو شبا دیگه خواب نداره، هیچ کاری جون پیچ داغ نداره، میگه برو تو کوچه ها باجه بگیر، خوابه نمیبینی دیگه خواب نداره. همه اینا از ترس همون بمب ساعتی خشم مردمه، همون بمبی که شیخ فری هم تو خونسا کردنش مونده. آقای وزیر فلان، آقای رئیس جمهور خط غلط دارید میری راجع به اقتصاد، خط غلط دارید میری راجع به فلان حرکت فرهنگی که حرکت فرهنگ ایران داره نابود میکنه، فرهنگ پول پرستی رو داره رواج میده. شما وظیفتون این نیست، وظیفتون چیز دیگه است. بیا اینم از تدبیر دولت تدبیر و امید. آش اینقدر شور شده که صدای آشپزای نابلد نظامم در اومده. حالا خروش بختیاریای بامرام و داستان سبد کالا کم بود، بحث گرونی بنزینم افتاده سر زبونا. الان بعضی از دولتی ها زمزمه این راه انداختن که بنزین گران بشه. خب اگه بنزین گران بشه باور بفرمایید زندگی مردم مستضعف مخصوصا طبقه حقوق بگیر مختل میشه. الان کمرشون شکسته، تمام وجودشون شکسته خواهد شد. اینه که من استدعا میکنم و سوال میکنم از جناب عالی مجلس برای این مسئله آیا عرض کنم که ایستادگی کامل داره که جلو دولت وایسه و بنزین گران نشه یا نه؟ ایستادگی چیه پرتاب؟ مجلس و دولت و علی گدا و باقی اراذل و اوباش همگی دراز به دراز افتادن. اینها گوش کن. اکنون کشور در آن مرحله‌ای از مشکلات عمیق قرار دارد که باید اقدامات قاطع و فوری انجام شود. در غیر این صورت ممکن است نتوانیم از شرایط اضطرار حاکم بر کشور خارج شویم. آقا رو خروجی رو کور کردن حاجی، از کجا میخوای خارج بشی؟ ببین تو چاه ولایت گیر کردی، هر چقدر تقلا کنید از شرایط اضطرار و اضطراب خارج بچون نیستید که نیستید. توی باطلاق گیر کردی. تیک تاک بمب ساعتی رو بشمار که میره و میره تا بوم.
اسیرم ای بابا حق مسلم کجا رفت بیاتون دق میکنم میمیرم بیاتون دق میکنم میمیرم وابیلا 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 ای والله پاسه کن شکار